بعضی قاتل ها چاقو دستشونه، بعضی ها اسلحه، اما خطرناکترین ها فقط لبخند میزنن. امروز قراره در مورد پرونده‌ای صحبت کنیم که اصلا فکر نکنم توی کانالم در موردش صحبت کرده باشم. من نغمه هستم، ملقب به گیگل. امروز قراره در مورد یه قاتل سریالی زن صحبت کنیم به اسم لوسی لتبی. وقتی بچت رو میدی دست یه پرستار فکر میکنی امن‌ترین جای دنیاست، اما اگه همون آدم شب تصمیم بگیره و جون بچت رو بگیره چی؟ این داستان واقعیه، داستان لوسی لتبی، پرستاری که مرگ رو یواشکی وارد بخش نوزادان کرد. لوسی لتبی آروم بود، ساکت و مرتب، نه دعوا، نه داد، نه رفتار عجیب. همکاراش میگفتن خیلی معمولیه، زیادی خوبه، خیلی انسان خوبیه. دقیقاً همون آدمی که هیچ کس حتی یه لحظه بهش شک نمیکرد. بین سالهای 2005 تا 2016 هر روز وارد بخشی میشد که پر از نوزادهای چند روزه بود. کوچیک، ضعیف، بی‌دفاع. و هیچ کس نمیدونست تو ذهنش چی میگذره. نوزادهایی بودند که حالشون خوب شده بود و پزشک‌ها امیدوار بودند و خانواده هاشون منتظر بودند که ترخیص بشن. ولی بعد ناگهان ایست قلبی، افت شدید اکسیژن، بحران بدون هیچ دلیل پزشکی. پرستارها میدویدن، دکترها شوکه میشدن، آلارم‌ها جیغ میکشیدن و لوسی همیشه اونجا بود. آروم، کمک کننده و دلسوز. اما بعد از هر بحران یه نوزاد دیگه نفس نمیکشید. لوسی داد نمیزد، عصبانی نمیشد، اصلا هیچ خشونتی توی چهرش وجود نداشت. اون قاتلی بود که بلد بود قتل رو شبیه مرگ طبیعی نشون بده. روشهاش تزریق هوا به رگ، تزریق انسولین بیش از حد، بازی با میزان اکسیژن، بدون خون، بدون زخم، بدون فریاد. مثل خاموش کردن چراغ اتاقی که هیچ کس توش نیست. اما میخوایم بدونیم که انگیزه واقعی ذهن قاتل چی بوده. لوسی پول نمیخواست، انتقام هم نمیخواست. انگیزش خیلی ترسناکتر از این چیزا بود. نیاز شدید به توجه داشت و از بحرانی که اتفاق میافتاد لذت میبرد. احساس قدرت مطلق میکرد. وقتی نوزادی میمرد همه دورش جمع میشدن، بهش دلداری میدادن و میگفتن چقدر قوی تو. و اون لحظه ها بهش احساس مهم بودن میداد. اون خدابازی میکرد، بی صدا، بی رحم. چند پزشک هشدار دادن، چند بار گفتن هر وقت لوسی شیفته مرگ است. اما مدیریت گفت مدرک ندارید که آبروی بیمارستان مهمتر از جان نوزاد هاست. به جای پلیس لوسی رو فقط جابجا کرد و مرگ‌ها ادامه پیدا کرد. آخرش عددها حرف زدن، زمانها، شیفتها، الگوها، همه چیز به یه اسم می رسید. لوسی لتبی. پلیس وارد شد. توی خونه لوسی یادداشت‌هایی پیدا شد که می گفت من آدم خوبی نیستم و همه این کارا رو من کردم. نه فریاد، نه اعتراف رسمی. اما حقیقت همین قدر واضح. دادگاه سنگین و خفه کننده بود. پدر و مادرهایی که به چشم کسی نگاه می‌کردند که قرار بود بچه‌شون رو نجات بده. حکم نهایی حبس ابد بدون آزادی مشروط بود. قاضی گفت تو اعتماد مقدس رو به سلاح تبدیل کردی. لوسی لتبی الان زندانه، اما سوال هنوز آزاده. چند نفر با لباس سفید با لبخند حرفه‌ای دارن همین حالا قدرت رو امتحان میکنن. و اما ما چقدر امینیم وقتی اعتماد میکنیم. اگه فکر میکنی هیولاها همیشه شبیه هیولا نیستن، پس لایک و سابسکرایب یادت نره و حتما توی کامنت ها نظرتو بهم بگو که پرونده بعدی در مورد کدوم قاتل سریالی باشه. و مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.